همین زناکارایی که در دنیا زنا میکنن، اینها را خداوند در دوزخش از همین فرجهایی که اینها زنا کردن، از همین موضعشون اینها را کشال میسازد. اینها را میگه از همین فرجهاشون کشال میسازد و با تیاقهای آهنین همان ملائکه های دوزخ اینها را میزنند. وقتی که میگه میزنن این زناکار طلب یاردم میکند، ای ملائکه مرا آزار بسیار نده، وجود من در من شد. ملائکه دوزخ میگفته است این طلب یاردمی که الحاط از من میکنی، آیا نمیشد که همین طلب یاردم در دنیا میکردی؟ در حالتی که تو زنا میکردی میخندیدی، زنا میکردی راحت میکردی، زنا میکردی معیشت میکردی، از خدایی که تو را خلق کرد تو از او شرم نکردی، امروز تو با از من یاردم طلب میکنی.